خدمات نظارت دولتی بیطاری در ولایت سوغد فیض‌الله خواجه یوسوپوف رئیس کارخانه فیض مسچاه را برای ضبط خرها به 2000 سامانی برابر به 40 نشان دهنده برای حسابها جریمه کرده است. فیض‌الله خواجه یوسوپوف برای رعایت نکردن قاعده‌های بیطاری و سانیتری حمل و نقل و ضبط خر در جایهای مقرر نشده عیبدار دانسته می شود. هرچند مجازات جناب یوسوپوف ماه فوریه صورت گرفته ولی اکنون رسانه‌ای می شود. این هم در حالی است که اخیراً در ناحیه غفوروف کارمندان خدمات بیطاری دو مورد دیگری سر زدن شماره زیادی خرها را آشکار کردند، ولی مقامات این نهاد نخواستند جزئیات و عاملان آن را آشکار کنند. ماه ینور سال جاری نوارهای ضبط و پوست کندن دهها سرخر در ولایت سوغد به اینترنت راه یافت و آتش بحث‌های پرشور را بین ساکنان دامن زد که پوست و گوشت این جانور را برای چی استفاده می‌کنند. یک شخصی نزدیک به تحقیق پرونده این قضیه که نخواست از اون نام برده شود در صحبت با رادیوی آزادی روز 20 اپریل گفت منظره وحشتناک ذبح خرها را در جماعت چشمسار ناحیه غفوروف کارمندان مقامات به نوار گرفتند. او میگوید خودی بچه‌ها رفته گوشت هم پوستش کندگی تنش پرتافته برفتگی سویبه چلگذر و اون گوشت پرتافته چکوری کوفته گورونیده بی‌ضرر گردونیده علاوه سر داده بو خلورگی بی‌ضرر گردونده پوشیدگی. کار به جای رسید که اخیراً موارد احتمال راه یافتن گوشت خر به کبابپزی‌ها و آشخانه‌ها در شهر خوجند نیز سر و صدا به بار آورد. اما مقامات این احتمال را قاطعانه رد می‌کنند و می‌گویند یگان موردی برای فروش یا در تهیه غذا استفاده کردن گوشت خر در شهر خوجند آشکار نشده است. در یگان جو گوشت خر استفاده برده شدگیش نه. همه چپاروسته گر برومدی لابراتوری هم چیزا برومده کوفتی در یگان جو تانکی چاشدگی می‌کند پاش به استفاده می‌برد. این خیلی تو نبود. درست است که عقیده دینی مردم مسلمان تاجیکستان به آنها استعمال گوشت و استفاده پوست خر را منع می‌کند، ولی قانونگذاری تاجیکستان برای ذبح و استفاده پوست و گوشت خر محدودیت و جزای پیشبینی نمی‌کند. در همین حال ماه ینور سال جاری خدمات نظارت دولتی بیطاری وزارت کشاورزی تاجیکستان با ارسال نامه رسمی از حکومت کشور خواست تا افرادی را که به انتقال و ذبح سراسری خر و انتقال آن به بیرون از کشور مشغولند به جوابگری جنایی بکشد. حتی در این نامه آمده است که گروه افراد به خرید و انتقال صدها عدد خر از ولایت ختلان به منطقه شمالی تاجیکستان و صادرات آن به خارج کشور دست زدند. به گفته اسکرجان تورسونوف حقوقدان تاجیک اگر مقامات میخواهند کشتن صدها عدد خر را منع و از کاهش این جانور جلوگیری کنند تنها با راه تغییر کودکس جنایی و تعیین جزا برای این کار موفق خواهند شد. دولت‌هایی که پیش رفته از جمله فدراسیون روسیه یک ماده پیش بینی شده است که بی‌رحمانه مناسبت با حیوانات باید که با ماده مذکور جوابگری کشیده شود شهروندانی که مناسبت بی‌رحمانه با حیوانات صادر می‌کنند. ضمناً با آن که گوشت خر در میان چینی ها طلبکاران زیاد دارد به نوشته روزنامه گواردین پوست این حیوان نیز در طب سنتی چینی خاصیتی طبابتی داشته است، طوری که این روزنامه می نویسد چینی ها از محلول جوشیده پوست این حیوان ماده چسبناک به دست می آورند که از آن برای بیماری های بیخوابی، سلفه و خونسازی استفاده می کنند. این در حالی است که مقامات خدمات نظارت دولتی بیطاری میگویند در 8 سال اخیر چندین شهروندان تاجیک و چین با درخواست تأسیس کارخانه‌های ذبح و کارکرد پوست و انتقال خرهای زنده به خارج از کشور به این نهاد مراجعت کردند، ولی تاکنون هیچ کدام آنها اجازه باز کردن چنین کارخانه را دریافت نکردند. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.